درر هنا تبدو كشمس تشرق يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. قيم تلوح ومنهج يتألق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه امامان وهابی شیعه. مانند همیشه در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم که من عرض سلام و ادب دارم از استاد. در خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت جناب عالی هستم با بررسی بابی دیگر از ابواب کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از تک تک شما بینندگان عزیز و گرامی، خاصا از عزیزانی که در مورد این برنامه از طریق تلفن، ایمیل تماس گرفتن و اظهار محبت کردن. واقعا یکی از زیباترین برنامه‌ای که تا حالا در شبکه جهانی وصال حق تقدیم حضور شما عزیزان شده این برنامه است. هم اسمش زیباست، امامان وهابی شیعه، و هم موضوعاتی که مطرح میشه واقعا موضوعات جذاب و موضوعاتی است که خیلی جدید است برای بعضی از عزیزانی که سالها کلمه وهابی و وهابیت رو از رسانه های شیعه شنیدن. در این هفته میخوایم در مورد یکی از ابواب کتاب توحید صحبت بکنیم که عزیزان اگر نشون بدن باب 18 هست، باب انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. در این مورد انشاءالله صحبت خواهیم کرد که ترجمه این آیه این است که به طور قطع ای پیامبر تو نمیتوانی کسی را که دوست داری هدایت کنی، ولکن الله سبحانه و تعالی کسی را که بخواهد هدایت میکند و او داناتر است بر هدایت یافتگان. با بحث در مورد این باب در خدمت شما و حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم و انشاءالله این روایت رو بررسی میکنیم و حدیثی که در این مورد اومده و همچنین مطالبی که مرتبط با این موضوع هست از کتب ائمه شیعه، از کتب شیعیان که روایت هایی از ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو ادعا میکنن که در این کتاب ها آوردن و انشاءالله این حقیقت برای شما عزیزان روشن خواهد شد که همان عقیده ای رو که محمد ابن عبدالوهاب داشته دقیقاً عقیده اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. حضرت استاد. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. همان گونه که شما هم اشاره فرمودید، این باب در مورد این هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم مالک هدایت هیچ انسانی نیستند. یعنی ایشون شخصا هر کسی را که بخواهند نمیتوانند هدایت بدند مگر اینکه الله متعال کسی رو هدایتش رو مقدر کرده باشه. قبل از این باب شیخ محمد ابن عبدالوهاب بحث شفاعت رو ذکر می کند. همان گونه که شفاعت خاص الله متعال هست، فقط کسانی رو که الله متعال اجازه بدهد و فقط برای کسانی که الله متعال از اونها راضی باشد رسول الله صلی الله علیه وسلم و بقیه شافعان می توانند شفاعت بکنند. وگرنه هیچ انسانی، هیچ پیامبری و هیچ فرشته‌ای نمی توانند خودسرانه برای هر کسی که خواستند شفاعت بکنند.
در این باب هم شیخ محمد یا ما ابن عبدالوهاب نمیتونیم که هر کسی رو که دوست داریم برای خودمون شفیع قرار بدیم؟ قطعا ما وقتی که طلب بکنیم که برای ما شفاعت بکنید، شفاعتی که برای ما انجام بشود این منوط هست به اجازه الله متعال که به چه فردی اجازه شفاعت بدهد. بدون از اجازه کسی نمیتواند شفاعت بکند و بدون از اجازه برای هیچ کسی هم اجازه شفاعت نخواهد شد. یعنی این که هر کسی که هم شفاعت کننده باید مورد رضایت الله متعال باشه و اذن شفاعت را داشته باشه و هم شفاعت شونده مورد رضایت الله متعال باشه، الله متعال از اون راضی باشد تا اینکه به شفاعت کننده اجازه بدهد که برای فلان شخص شفاعت بکنن. این بحث شفاعت رو انشاءالله مفصلا در بابی که در این زمینه هست به صورت گسترده از روایات شیعه و سنی و آنچه که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه آوردند انشاءالله به صورت مفصل مطرح خواهیم کرد. بحث هدایت هم یکی از این گونه مباحث هست که خاص الله متعال هست. بدین خاطر شیخ محمد ابن عبدالوهاب این کتاب را با این آیه آغاز کردند که الله متعال خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند انک لا تهدی من احبب، هر کسی را خواسته باشی نمیتوانی هدایت بکنی، بلکه الله متعال هست که هر کی را بخواهد هدایت میکند. بحث هدایت در اینجا دو تا معنی داره. یک هدایتی هست به معنی نشان دادن راه، معرفی کردن راه که این وظیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده که برای همه ابلاغ میکرده. هدایت به معنی معرفی راه حق، راه صراط مستقیم، این رو رسول الله صلی الله علیه و سلم برای همه یکسان انجام دادن. همون که هادی بهش میگه. بله هادی هستن. اما این که چه کسی توفیق هدایت رو نصیبش میشود، چه کسی مسلمان میشود و این راهنموده های رسول الله صلی الله علیه و سلم را قبول میکند، این بستگی به خواست و اراده الله متعال دارد. تا زمانی که الله متعال کسی را موفق نکند و الله متعال نخواهد، خواست رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه هیچ گونه تأثیری رو ندارد. در این زمینه آیات و روایات متعددی هست، من جمله این که در سوره آل عمران الله متعال خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماد که لیس لک من الامر شیء، تو هیچ کار هستی در این زمینه که الله متعال بخواهد یک قومی را یتوب علیهم او یعذبهم، که الله متعال بخواهد که این توبه کسی رو قبول بکند یا توبهشون رو قبول نکند و اونا رو شکنجه و عذاب بکند. این خاص الله متعال هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرشتگان، هیچ نبی و وصی در این زمینه تصمیم گیرنده نیستند. و این باب هم یکی از این موارد هست، یعنی هدایت خاص الله متعال هست. هر کسی را که الله متعال توفیق هدایت بدهد، توفیق مسلمان شدن و ایمان بدهد، مسلمان می شود و ایمان می آورد. وگرنه به خواست انسانهای دعوتگر و هدایتگر نیست که بخواهند هر کسی رو که خواسته باشند وارد ایمان بکنند یا اینکه کسی رو که دوست نداشته باشند مسلمان نشوند. یعنی وظیفه انبیا و دعوتگران این است که حق و حقیقت رو بیان بکنن، راه رو نشون بدن. بله، ابلاغ بکنن. این وظیفهشون هست، ابلاغ مبین. این وظیفه پیامبران و دعوتگران هست. اما چه کسی این دعوت را قبول میکند، نمیتونند که این دعوت را تحمیل بکنن بر یک فردی. هر کسی رو که خواسته باشند قطعا اون مسلمان شده باشد. برعکسش رسول الله صلی الله علیه وسلم قطعا خواستار هدایت بسیاری از قوم خودشون و حتی خویشاوندان خودشون بود، ابو لهب و حتی ابو طالب که موضوع بحث امروز ما هست و این آیه اساسا در مورد ابو طالب نازل شده. به خاطر این بحث رو چون که بعد از باب شفاعت هست و قبل از مباحثی است که در هفته گذشته ما انجام دادیم، اکنون به این باب رسیدیم. اما قبل از این که وارد اصل مطالبی بشویم که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه ذکر کردن، با توجه به این که سبب نزول این آیه ابو طالب هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو طالب را دعوت دادن به اسلام و خاطر اینکه دوست داشتند. بله، دوست داشتند که هدایت بکنند، قطعا عمویشون بود. اما ابو طالب زیر بار نرفت و حرف رسول الله صلی الله علیه وسلم را قبول نکرد و مسلمان نشد. شیعه معتقد هست که در میان نسل رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی از پیامبر گرفته تا به آدم برسند، هیچ کسی در این مسیر در نسل رسول الله صلی الله علیه و سلم یا حداقل تا حضرت ابراهیم علیه السلام انسان مشرک و بت پرستی وجود نداشته.
تمامشون موحد و یکتاپرست بودن. ادعایی هست و در این زمینه هم روایاتی رو جعل کردند و نقل کردند. اما این ادعا با واقعیت‌های تاریخی و همچنین آیات و روایات سازگاری ندارد که انشالله به صورت مفصل بحث خواهیم کرد. یکی از نکاتی که تضاد داره با این ادعا نام برخی از نیاکان رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که نام نیاکانشون خودش بیانگر نوع دیدگاهشون و نوع توحیدشون و عقیدهشون در واقع بوده. یکی از این نامها نام خود ابو طالب هست. نام خود ابو طالب. ابو طالب نامشون ابو طالب نیست، این کنیهشون هست. بله، نامشون عبد مناف هست. نام ابو طالب عبد مناف هست و این رو هم اهل سنت و الجماعت گفتند و هم علمای شیعه این رو گفتند و در میان نامه هایی که نقل شده برای ابو طالب این نام راجح ترین نام هست و صحیح ترین نام هم این هست. من برای این که این نام تثبیت بشه برای ابو طالب اینو از کتابای خود شیعه من جمله کتاب بحار الانوار هست، دوستان اینو نمایش بدن. کتاب بحار الانوار جلد 35 این کتاب هست و صفحه 137 این کتاب، جلد 35 و صفحه 137 که این بابی داره درباره تاریخ امیرالمومنین هست، درباره پدر و مادر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه مطالب و روایاتی رو ذکر کرده. در اینجا بعد از این که 84 روایت رو ذکر کرده، در اینجا توضیحی رو خود آقای مدرسی میدهد. بیان: ابو طالب اسمه عبد مناف، نام ابو طالب عبد مناف هست. این رو در اینجا ذکر کرده، نام ابو طالب عبد مناف هست و ابو طالب اسمیشان نیست و کنیشون هست. و بعد از این که اسمای دیگری رو ذکر کرده، قیل این اسمه عمران، نامش عمران بوده، یا روایت دیگری، در اینجا میگه بعد از این خلاصه گیری میکند و میگه و صحیح ان اسمه عبد مناف، قول صحیح و راجح و درست این هست که نام ابو طالب عمران یا کسانی دیگر نبوده، نامش عبد مناف هست و حتی استشهاد کرده به ابیات و شعرهایی که در این زمینه وجود داره. و بذالک نطقت وصیت ابیه عبدالمطلب، عبدالمطلب زمانی که بیشان وصیت کرد ایشونو با نام عبد مناف صدا زدن. من جمله این شعر هست که اوصیک یا عبد مناف بعدی بواحد بعد ابیه فرد، که توصیه کردن به رسول الله صلی الله علیه و سلم. من وقتی که این مطلب رو نگاه می‌کردم یک نقطه دیگه گرچه که شاید در صلب موضوع نباشه اما جای تأمل داره که آقای مدرسی، اگر امروزه ما می‌بینیم که افرادی از مجتهدین شیعه آیاتشون و دکترها و مراجعشون روایات رو قطع و برید میکنند، این جای تعجب نداره. این یک مسئله‌ای هست که نیاکان شیعه مبتلای به این بودند و تا زمانی که قطع و برید نکنند نمیتوانند که عقاید خودشون رو و انحرافات خودشون رو بر مردم غالب بکنند. در اینجا دیدم که آقای مدلسی در اینجا نقل قولی کرده از ابن اثیر، وقال ابن الاثیر فی کتاب جامع الاصول. واقعا هم آدرس داده که ابن اثیر در کتاب جامع الاصول این حرف رو در واقع زدن. این مطلب را آقای ابن اثیر در کتاب خودشون در فصل 9 که در مورد اعمام و عمات رسول الله هست، در مورد عموها و عمه های رسول الله صلی الله علیه وسلم هست، در جلد 12 صفحه 109 مطلب رو نقل کردن. منتها در اینجا آقای مدرسی میگه که و ما اسلم من اعمام النبی صلی الله علیه و آله و سلم غیر حمزه و عباس، غیر از حمزه و عباس از عموهای رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی مسلمان نشده، و ابی طالب عند اهل البیت، غیر از حمزه و عباس و ابو طالب نزد اهل بیت کسی از عموهای رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان نیاورده. خب هر کسی انسان ساده‌لوحی این عبارت را ببیند فکر میکند که ابن اثیر گفته که فقط حمزه و عباس و ابی طالب از دیدگاه اهل بیت در واقع ایمان آوردند و بقیه عموهای رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان نیاوردند. اما متاسفانه آقای مجلسی مانند تمامی علمای شیعه امانت رو در اینجا رعایت نکرده و اصل مطلب آقای ابن اثیر رو تغییر دادند، قطع و برید کردند تا اینکه به مطلب خودشون برسند که بله از عموهای رسول الله صلی الله علیه و سلم حمزه و عباس و عبدالمطلب
گویا که همه به اتفاق در واقع اهل بیت مسلمان شدن، در صورتی که اهل بیت چنین اتفاقی رو در واقع ندارن. و عبارت ابن اسیر در این زمینه این هست که ولم یسلم من اعمام النبی صلی الله علیه و سلم الا حمزه والعباس، به غیر از حمزه و عباس کسی مسلمان نشده از عموهای رسول الله صلی الله علیه و سلم. و بعدش میگه و ادرک ابو طالب و ابو لهب الاسلام ولم یسلما، ابو طالب و ابو لهب اسلام رو دریافتند، در زمان نبوت رسول الله زنده بودند، ولم یسلما و مسلمان نشدند. این عبارت رو آقای مجلسی از وسط اینو قطع کرده و در ادامه ابن اسیر میگه که و اهل البیت یزعمون ان ابا طالب مات مسلما، اهل بیت هم گمان میکنند و حدسشون بر این هست که ابو طالب هم مسلمان به دنیا رفته. آقای مجلسی این عبارت رو خط و برید کرده، به گونه اینو آورده و ذکر کرده در صورتی که میگه قال ابن اثیر، باید روایت رو و این مطلب رو به صورت دقیق ذکر میکرد. به هر صورت اون چیزی که تاکنون ثابت هست این هست که اسم ابو طالب در واقع عبد مناف هست و این اسمی بوده که پدرشون رویشون گذاشتند یا مادرشون روی ابو طالب گذاشتند و به این اسم مشخص بوده و در واقع شناخته شده می شده و من جمله این وقتی که عبدالمطلب وصیت کردند دقیقا نام ایشون رو در شعری که عرض کردم هم آورده بودند. خب الان این مناف کی هست؟ مناف کی هست؟ درست. آیا مناف نام الله متعال هست؟ وقتی ما میگیم عبد مناف یعنی دقیقاً مانند این گفتیم عبدالله یعنی بنده الله؟ این گونه نیست. مناف نام یکی از بزرگترین بت‌های مکه بوده. نام یکی از بزرگترین بت‌های مکه بوده. عبد مناف یعنی برده و بنده فلان بت. و جالب این است که عبد مناف تنها نام ابو طالب نیست، بلکه در سلسله سند رسول الله صلی الله علیه و سلم و نسبشون عبد مناف خود از ابو طالب شروع کنیم. ابو طالب اسمش از عبد مناف فرزند عبدالمطلب فرزند هاشم هست و هاشم فرزند عبد مناف هست و عبد مناف فرزند قصی هست. این عبد مناف جد هم اسمش عبد مناف هست و اسم اصلیش در واقع مغیره بوده، اسمش هم عبد مناف نیست، اما چون که بنده مناف بوده، خدمتگزار بت بزرگ بوده، بدین خاطر اسمش رو گذاشتن عبد مناف. اسم اصلیش که مغیره بوده اون رو کسی شاید الان هم نشناسه مگر کسی که تاریخ رو خوانده باشه و جزء اهل علم باشه. کسی نمیدونه که نام عبد مناف در واقع مغیره بوده. عبد مناف در روایات تاریخی هم اومده که مادرش که در واقع وقتی که عبد مناف متولد شد، عبد مناف ابن قصی، این عبد مناف رو نذر کرد برای بت. عبد مناف را که مغیره هست اسمش، اینو نذر کرد برای بت بزرگی که در مکه بود و اسمش همون مناف بود و از اونجا هست که این عبد مناف در واقع غالب شد بر اسم خود مغیره ابن قصی و نام ابو طالب هم همون عبد مناف هست. یعنی دلالت بر این داره که چه بسا که مادر ابو طالب هم ابو طالب رو نذر کرده باشه برای بت منات، یا اینکه به تقلید از مناف بله، یا اینکه به تقلید از جد دیگرشون که مغیره بوده و معروف شده به عبد مناف شاید اون رو نامگذاری کرده باشن. به هر صورت اسم ابو طالب یک اسمی هست که دلالت بر شرک و بت پرستی داره که در این گونه هیچ گونه فکر نکنم که در واقع کسی اعتراضی داشته باشه. این مطلب رو کتاب‌های تاریخی مانند تاریخ طبری و دیگران نقل کردن. حتی نقل شده از قصه‌ای که میگوید که من 2 از فرزندانم را به نام بت‌هایم نامگذاری کردم. نقل قول تاریخی است، شاید هم سند قطعا روایت حدیثی نیست که سند حدیثی داشته باشه، نقل تاریخی هست و ابن جریر طبری نقل کرده که گفته شده که قصه‌ای گفته بوده که من 2 از فرزندانم را به نام بت‌هایم نامگذاری کردم، یکی عبد مناف و دیگری عبدالعزا، که مناف و عزا هر دوتاشون از بت‌های معروف عرب و مکه بودن. به هر صورت نام ابو طالب عبد مناف هست و این نام یک نام شرکی هست و ما میدونیم که عبد مناف یا همون ابو طالب در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و در دوران
قبل از هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم، بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به نبوت رسیدن، بزرگترین حامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. در این هیچ گونه ما شک و شبهه‌ای را نداریم که بزرگترین حامیشان بود و تا زمانی که ایشان زنده بودند قریش جرئت نمی‌کردند که ایشون را عذاب و شکنجه بیش از حدی بدن، در حد یک حرف صحبتی بوده یا اینکه در جای تعرض می‌کردند به ایشان، اما نمیتونستند که به صورت جدی و شدید با ایشون مقابله بکنند و این جزء حسنات ابو طالب در واقع بوده که کسی منکر این نیست. آیا تأثیری داره یعنی در قیامت بر ابو طالب به خاطر این کمک‌هایی که به رسول الله می‌کرد؟ به صورت کلی از دیدگاه اهل سنت و الجماعت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ایشون شفاعت میکنند، گرچه به صورت کلی شفاعت برای در واقع کافران و مشرکان جایز نیست، اما استثنایی در این زمینه ثابت شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل سنتی رو قبول دارند که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای عمویشون شفاعت میکند و این شفاعت فقط در راستای تخفیف عذاب هست. و این در کتاب‌های شیعه و روایت شیعه هم هست، انشاءالله که اون رو خدمت بینندگان عزیز من نمایش خواهم داد. به هر صورت اما بحث ایمان یک بحث جداگانه هست. کاری به این نداره که ایشون آدم خوبی بودند یا آدم خوبی نبودند، کمک کردند به رسول الله صلی الله علیه وسلم یا کمک نکردند. بحث روی اینه که آیا ثابت شده که ابو طالب گفته باشند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله؟ آیا کسی از ابو طالب این حرف رو شنیده بوده یا نشنیده بوده؟ اگر شنیده بودند خب دلیل صحیح در این مورد بیارند، ما میگیم که ابو طالب مسلمان بوده. اما اگر ثابت نشده که ایشان این جمله کلمه طیبه رو بر زبان آوردن، اصل بر اینه که ایشون همون مشرک از دنیا رفتن و در این زمینه روایات متعددی نزد اهل سنت هست و شبیهش در کتاب‌های خود شیعه هم نقل شده. میپردازیم به خود روایاتی که در این زمینه اومده. باب 17 هست یا در برخی از کتاب‌های 18 باب قول الله تعالی انک لا تهدی من احببت، که الله متعال به رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماند که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. تو هر کسی را که بخواهی نمیتوانی هدایت بدهی، هر کسی را که الله بخواهد الله در واقع هدایتش میدهد. و در اینجا روایتی را آورده شیخ محمد ابن عبدالوهاب و فی صحیح که در کتاب‌های صحیح اومده، یعنی در صحیح بخاری اومده و در صحیح مسلم و در بقیه صحاح و سنن اهل سنت و الجماعت ذکر شده. از ابن مسیب از پدرش نقل شده که قال لما حضرت ابا طالب الوفات، زمانی که وفات و مرگ ابو طالب فرا رسید، جاءه رسول الله صلی الله علیه و سلم و عنده عبدالله ابن ابی امیه و ابو جهل. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر بالین عمویشون حاضر شد و در اونجا عبدالله ابن ابی امیه و ابو جهل هم وجود در مرض وفات و در لحظاتی که از دنیا میخواست برود. فقال له یا عمی، رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابو طالب گفت یا عمی قل لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله، این اعتراف بکن مسلمان شو و بگو لا اله الا الله، کلمتا احاج لك بها عند الله، همین یک کلمه رو بگو در روز قیامت من استدلال میکنم از این حرف تو پیش الله متعال، استدلال میکنم که ابو طالب عموی من در آخرین لحظات در واقع مسلمان شده. گرچه در اینجا یک مطلب دیگر هم هست که روایات اهل سنت و الجماعت و حتی شاید شیعه همین رو روایت کرده باشن، من تغییر نکردم، که تا زمانی که انسان به مرحله سکرات موت نرسیده باشد توبهش قبول میشود، اما زمانی که در حالت احتضار باشه در اونجا توبه در واقع اساسا قبول نمیشه. شاید همین یکی از اختصاصاتی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواست برای عمویشون این شفاعت بکنند در آخرین لحظه مسلمان بشود، یا شاید که تا اون وقت این اصل ثابت نشده و رسول الله صلی الله علیه و سلم این حرف رو قطعا نفرموده بودند که تا زمانی که انسان روحش به غرغره نرسیده باشه توبهش قبول میشد. به هر صورت در هنگامی که ابو طالب در بستر مرگ افتاده بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشان رو دعوت داد و پیشنهاد داد و ایشان گفت که بگو لا اله الا الله، فقط همین یک کلمه رو بگو تا من که من نزد الله متعال حجتی داشته باشم که از تو دفاع بکنم یا شفاعت بکنم. فقال له اترغب عن ملت عبدالمطلب، ابو جهل و عبدالله ابن ابی امیه بهش گفتند که آیا تو از ملت عبدالمطلب روی گردانی، میخوایی که دین عبدالمطلب رو کنار بزنی در آخرین لحظات عمر دین اجدادت رو؟ فعاد علیه النبی فاعاد،
رسول الله حرفشو تکرار کرد بگو لا اله الا الله، اون 2 نفر هم حرفشون تکرار کردند که میخوای دین آبا و اجداد رو ترک بکنیم. فکان آخر ما قال، آخرین حرفی که ابو طالب گفت هو علی ملت عبدالمطلب، گفت که من بر دین عبدالمطلب هستم، من بر دین عبدالمطلب هستم. در جواب امر رسول الله صلی الله علیه وسلم که فرموده بودند قل لا اله الا الله، ایشون گفتند که علی ملت عبدالمطلب، من بر ملت و دین عبدالمطلب هستم. و ابا ان یقول لا اله الا الله، انکار کرد، ابا کرد از این که بگوید لا اله الا الله. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لاستغفرن لك ما لم انه عنك، تا زمانی که منع نشدم من برایت استغفار میکنم، تا زمانی که الله متعال مرا نهی نکرده از طلب مغفرت برای تو و یا برای مشرکان دیگر، مرا نهی و منع نکرده باشه، من برای تو طلب مغفرت میکنم از الله متعال. در ادامه میگه فانزل الله عز وجل ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، این آیه در سوره توبه آیه 113 هست. و در ادامه روایت و انزل الله فی ابی طالب، و الله متعال در مورد ابو طالب این آیه را نازل فرمود انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. همین آیه را که در اینجا شیخ محمد ابن عبدالوهاب به عنوان بابشون در اینجا استدلال کردن. این تمام مطالبی هست که در اینجا شیخ محمد ابن عبدالوهاب از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا آوردن و بعد از این مطالبی هست که خودشون استنباط کردن و استدلال کردن. من قبل از این که وارد مباحث دیگر و فرموده های شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه بشیم، این روایت رو من از کتاب‌های اهل سنت و الجماعت و همچنین کتاب‌های شیعه خدمت بینندگان عزیز من نمایش میدهم. در اینجا یک مطلبی که عرض کردم، این روایتی که در اینجا بود، این روایت رو امام بخاری رحمت الله علیه نقل کردند، در باب 80 این کتاب هست، کتاب صحیح بخاری کتاب الجنایز هست و روایت 1360 هست. دقیقا همین مطلبی رو که شیخ محمد ابن عبدالوهاب در اونجا آورده بودن در اینجا وجود دارد که در آخرین ابو جهل بود و عبدالله ابن ابی امیه بود و گفتند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند یا عم قل لا اله الا الله کلمه اشهد لك بها عند الله. این مطلب در صحیح بخاری اومده و در صحیح مسلم هم روایت 133 این روایت اومده و در کتاب دیگر اهل سنت هست. غیر از این روایت های دیگری در نزد اهل سنت و هم در صحیح بخاری و در کتاب های دیگر اهل سنت و الجماعت روایات متعددی در این زمینه وجود دارد. من جمله یکی از این روایاتی که در این زمینه وجود دارد روایت 65 64 صحیح بخاری هست. روایت 65 و 64 صحیح بخاری هست. در اینجا امام بخاری رحمت الله علیه این روایت را از ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه نقل کردند. دوستان اگر نمایش بدن این قسمت را، روایت 65 64 هست و روایت نهایتا از عبدالله ابن خباب عن ابی سعید الخدری رضی الله تعالی عنه انه سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم و ذکر عنده عمه ابو طالب. ابو طالب نام برده شد نزد رسول الله، یعنی ذکر شد از ابو طالب و در مجلس کسی نام ایشان را گرفت و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فقال لعله تنفعه شفاعتی یوم القیامه، شاید که شفاعت من در روز قیامت به ایشان نفعی برساند. لعله تنفعه شفاعتی یوم القیامه، شاید شفاعت من در روز قیامت برایشان یک کاری رو انجام بدهد. فیجعل فی زحزاح من النار، شاید در یک جایی که عمق آتش کم باشه الله متعال در اونجا قرار بدهد. یبلغ کعبیه، که اون آتش یا اون آبی که در جهنم هست یا اون جایی که ایشون ایستادن تا کعبین ایشان، تا شتالنگ ایشان میرسد. یغلی منه دماغه، تا جایی که حتی مغز ایشان و دماغ ایشان به جوش میاد. یعنی شاید شفاعت من برای ایشان کاری رو انجام بدهد به گونه‌ای که عذاب ایشان تخفیف حاصل بکند و ایشون از عمق جهنم بیرون کرده بشوند در یک جایی که عمق جهنم فقط به اندازه تا بند پا برسد
و تا مفصل پا برسد و عذابش به اندازه‌ای سخت خواهد بود که از گرمی جهنم یا از گرمی اون آبی که زیر پایش هست حتی دماغش و مغزش در واقع به جوش بیاد. و روایات دیگری در این زمینه هم وجود داره، در کتاب‌های اهل سنت و الجماعت این روایات اومده. این دوتا مطلب بود که در اینجا هست و خود این حدیث زحزاح را در کتاب‌های شیعه هم در واقع آمده. اما قبل از این من میپردازم به همون مطلب اولی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در اینجا ذکر کرده بودن. دوستان باز هم نمایش بدن این مطلب را در کتاب توحید باب 17 هست. در اینجا این روایت رو آوردم که در زمان وفات ابو طالب رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر بودند. در اونجا عبدالله ابن ابی امیه و ابو جهل بودند و رسول الله صلی الله علیه وسلم ایشون رو دعوت دادند که مسلمان بشوند، اما ابو طالب قبول نکردند و گفتند من بر ملت عبدالمطلب هستم. عین همین روایت با الفاظ دیگر در کتاب شیعه هم وجود داره. این روایت در امالی شیخ توسی هست و که من از کتاب بهار الانوار اینو نقل میکنم. در کتاب بهار الانوار جلد 35 صفحه 76 هست. جلد 35 صفحه 76 و روایت هم از شیخ توسی هست. در اینجا با سند خودش اینو آورده از عباس ابن مطلب انه قال لما حضرت ابا طالب الوفات. دقیقا همون تعبیر از زمانی که وفات ابو طالب فرا رسید فقال له نبی الله، پیامبر الله یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیشان گفتند یا عمی قل کلمتا واحدتا، یک کلمه بگو بیشتر نه، اشفع لك بها یوم القیامه، من در روز قیامت برای تو شفاعت خواهم کرد. این جمله چی هست که بگویی؟ این است که بگو لا اله الا الله، لا اله الا الله. ابو طالب چی جواب داد؟ فقال لولا ان يكون عليك وعلى بني ابيك غضاضة لاقررت عينيك. اگر در روز قیامت اگر این باعث ذلت نشود، باعث خواری نشود یا باعث طعنه مردم نشود، من این جمله رو میگفتم، اما من میترسم که بعد از من این یک نوع عاری باشه برای شما که بگن که ابو طالب فقط در آخرین لحظات مرگش و از ترس مرگ مسلمان شد. من این حرف رو نمیزنم. لولا ان يكون عليك وعلى بني ابيك غضاضة لاقررت عينيك، من حرفی رو میزدم که خوشحال بشی، چشمات خنک بشه. ولو سألتني هذه في الحياة لفعلت، اگر در حیات من اینو میخواستی از من این کار رو انجام میدادم. قال وعنده جمیله بنت حرب، جمیله بنت حرب که زن ابو لهب بود گفت که در اونجا وجود داشت. در روایت اهل سنت و الجماعت در اونجا ابو جهل وجود داشت. در اینجا جمیله بنت حرب هست، حمالة اللحب، یعنی زن ابو لهب بود. بله. و هی تقول له، این زن جمیله بهش میگفت یا ابا طالب مت علی دین الاشیاخ، بر دین بزرگانت بمیر. مت علی دین الاشیاخ، شیوخت، بزرگان، آبا و نیاکانتون که هستن در دین اون بمون. قال فلما خفت صوته فلم يبق منه شيء، وقتی که صدای ابو طالب گرفت، یعنی در آخر در لحظات آخر عمرشون بود که حتی صداشون هم بر نمی آمد. قال حرک شفتیه، این جایش با روایت اهل سنت و الجماعت متفاوته که در این روایت اومده که با صدای خیلی آهسته در آخرین لحظات گفت که لا اله الا الله، که اینا بررسی خواهیم کرد. قال حرک شفتیه قال العباس و اصغیت الیه، عباس میاد من گوشم رو نزدیک کردم به دهان ابو طالب. فقال قولا خفیفا، بسیار آهسته وقتی که من گوشم رو گذاشتم روی دهنیشون گفت که لا اله الا الله. فقال العباس للنبی صلی الله علیه و سلم، عباس به رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که یا ابن اخی قد والله قال الذي سألته، والله این حرفی رو که شما می‌خواستی گفت لا اله الا الله. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لم اسمعه، من که نشنیدم. الان این دو تا روایت اهل سنت و روایت شیعه در یک چیزی اتفاق نظر دارند و اون این هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در آخرین لحظات عمر از ابو طالب در محضر بزرگان قریش اومدن و گفتن بگو لا اله الا الله، اما ابو طالب با صدای بلند نگفت لا اله الا الله. تفاوتش اینه که در روایت اهل سنت اومده که ابو طالب به هیچ عنوان نگفت لا اله الا الله، در روایتش اومده که در آخرین لحظات بگونه ای که فقط
عباس شنید، بقیه نشنیدند، بقیه حضوری که در اونجا بودند نشنیدند، راضی از مجلس بلند شدند و حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو در واقع نشنید. و جالب این است که در همین جا اومده که در همین روایتی که حتی یکی از دلایلی هست که شیعه از این استدلال میکنند برای اثبات ایمان ابو طالب، در اینجا اومده که یک کلمه بگو لا اله الا الله، من نزد الله برای تو شفاعت میکنم. خب معنیش این است که ابو طالب قبل از این حرف رو نگفته. اگر قبلا گفته باشه خب رسول الله صلی الله علیه و سلم براشون شفاعت میکردن. نیازی نبود که در اینجا بفرمایند که بگو تا شفاعت بکنم، اگر نگفتی نمیتونم که من در واقع شفاعت بکنم یا در روز قیامت تو رو از عذاب الهی نجات بدم. باز ابو طالب گفت اگر که قوم نباشه و ترس ملامت نباشه من باز هم میگفتم و با صدای بلند باز هم در اون حلقه نگفته. یعنی این که گفتن لا اله الا الله از ابو طالب ثابت نشده. این یک مطلب. بعدش من روایت زحزاح را آوردم که از صحیح بخاری، که در صحیح بخاری رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده بودند که من امیدوار هستم که شفاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، شفاعت من کاری بکنه برای عمویم ابو طالب و ایشون از قعر جهنم بیاورند ایشون رو و در یک قسمتی که عذابش خفیفتر هست. این بحث زحزاح را و منطقه‌ای که عذابش در واقع کمتر هست، این در کتاب‌های شیعه هم اومده، در کتاب‌های شیعه هم این مطلب اومده. به طور مثال در کتاب تفسیر قمی هست، در کتاب تفسیر قمی در تفسیر سوره غافر آیه 17 تا 23 دوستان نمایش بدن این مطلب رو. سوره غافر هست آیه 17 تا 33 هست. در اینجا خود این مطلب را که یک قسمتی در جهنم هست به معنی زحزاح یا یک قسمتی هست که عذابش خفیفتر هست، این رو در اینجا آورده. فإنه حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي عبد الله قال إن في النار لنارا يتعوذ منها أهل النار. در جهنم یک آتشی هست که اهل جهنم از اون پناه میبرند. ما خلقت الا لكل متکبر جبار عنید، مخصوص انسانهای متکبر هست. و لكل شیطان مرید و لكل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب لكل ناصب العداوة لآل محمد، برای تمام ناصبیا هست. این کدوم عذاب هست؟ قال ان اهون الناس عذابا یوم القیامه، خفیفترین عذاب در روز قیامت، عذاب جهنم، مال یک کسی هست که لرجل فی زحزاح، مال یک مردی هست که در زحزاح قرار داره. آقای مجلسی هم این زحزاح رو توضیح داده، یعنی در یک جایی که آبی که به اندازه بند پا در واقع به کعبین برسه. من نار علیه نعلان من نار، دو تا کفش جهنمی و آتشی توی پایش هست. و شراکان من نار، بند کفشا هم آتشی هست. یغلی منها دماغ کما یغلی المرجل، و از این عذاب دماغش و مخش جوش میاد همان گونه که دیگ به جوش میاد. و ما یرا ان فی النار احدا اشد عذابا منهم، همین عذاب به اندازه سخت است که این انسان فکر میکند که کسی از من عذاب شدیدتری را ندارد. و ما فی النار احد اهون عذابا منه، در صورتی که از این عذاب ساده تری در جهنم وجود نداره. این روایتی هست که در اینجا صرفا در مورد زحزاح اومده. اما روایت دیگری در این زمینه از کتاب‌های شیعه وجود دارد که این زحزاح را، این مردی که اهون الناس عذابا در روز قیامت است، روایت صحیح بخاری بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که من شفاعت میکنم، امیدوار هستم که شفاعت من نفعی برساند به عمویم و ایشون را از قعر جهنم بیرون بکنند و در یک منطقه در واقع که عذابش کمتر هست این رو بیاورند و نگه دارند. این مطلب در کتاب مستدرک وسائل شیعه اومده. دوستان اینو نمایش بدن. مستدرک وسائل شیعه و مستنبط المسائل خاتمة المحدثین الحاج میرزا حسین نوری طبرسی، متوفای 1320 هست و این هم صفحه اول کتاب و این هم مشخصات کتاب، شبکه فکر و که مؤسسه آل بیت لاحیاء التراث اینو چاپ کرده. در این کتاب در جلد هفتم این کتاب در ابواب الصدقه صفحه 247 باب 43 باب و استحباب اطعام الطعام، ثواب غذا دادن رو
در اینجا روایتی هست 8159 و شماره اول در این باب هست، نقل هست از کتاب الجعفریات. کتاب الجعفریات یک از کتاب‌های قدیمی و معتبر شیعه هست، اون گونه که در خاتمه مستدرک اومده و هم به نام الجعفریات مشهور هست و هم به نام اشرفیات در واقع هم مشهور هست که از نوه امام موسی کاظم در واقع و از فرزند ایشون نقل شده. اخبرنا محمد بن محمد قال حدثني موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابي عن ابيه عن جدي. این اسماعیل هست، اسماعیل فرزند امام موسی کاظم هست. قال حدثنا ابي عن ابيه عن جده جعفر بن محمد عن ابيه عن جده علي بن الحسين عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهون اهل النار عذابا عمی. سبکترین و خفیفترین عذاب در روز قیامت از آن عموی من هست. اخرجه من اصل الجحیم، من ایشون رو از قعر جهنم بیرون می آورم حتی بلغ الزحزاح، تا اینکه به یک جای سبکتری برسه، جایی که عذابش خفیفتر هست. علیه نعلان من نار، همون توصیفی رو که در تفسیر قمی آورده بود. 2 تا کفش آتشی در پای ایشون هست، یغلی منها دماغو، که از این کفش‌های آتشی دماغ ایشان بیجوش میاد. و ابن جدعان هم یک از کسانی هست که خفیفترین عذاب را دارند. یکی عموی من یعنی ابو طالب که در روایت دیگر این اومده بود و یکی ابن جدعان هست. قیل یا رسول الله و ما بال ابن جدعان اهون و اهل النار عذابا، چرا اهل ابن جدعان که عذابش سبک باشه بعد عمک، بعد از عموی تو؟ قال انه کان یطعم الطعام، دلیلش این است که ابن جدعان در واقع خیلی سخاوتمند بود و به مردم در واقع غذا میداد. پس بنابراین همون گونه که در روایات اهل سنت و الجماعت اومده، در روایات شیعه هم دقیقاً همین مطلب اومده و روایاتی رو که خدمت بینندگان عزیز من نمایش دادم. و مطلبی دیگر در آخر این آیه بعدی که و انزل الله فی ابی طالب، که الله متعال در مورد ابو طالب این آیه رو نازل کرد. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. این در روایات اهل سنت و الجماعت فراوان اومده، در کتاب صحیح مسلم و روایت 24 در واقع و در کتاب‌های دیگر اهل سنت و الجماعت اومده که این آیه در مورد ابو طالب نازل شده و این رو تنها اهل سنت و الجماعت نگفتند، بلکه روایات شیعه هم در این زمینه هست. به طور مثال در تفسیر قمی، و این رو من از تفسیر صافی نشون میدم که زیرا که آقای در تفسیر صافی فیض کاشانی رو نقل کرده از قمی. تفسیر فیض کاشانی تفسیر صافی جلد 4 این کتاب هست و طبع کاملش هست، منشورات ذوالفقار در این کتاب هست و در صفحه 71 این روایت در صفحه 71 هست و در صفحه 71 و در آیه ذیل آیه 56 انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. القمی اشاره میکنه به تفسیر قمی. قال نزلت فی ابی طالب، این آیه در مورد ابو طالب نازل شده. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عمي قل لا اله الا الله انفعك بها يوم القيامه، بگو لا اله الا الله تا روز قیامت من به تو نفی برسانم. فيقول يا ابن اخي انا اعلم بنفسي فلما مات شهد العباس بن عبد المطلب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تكلم بها عند الموت. من روایت امالی توسی که در آخرین لحظاتش میگه که ابو طالب در واقع مسلمان شد. خب این خود این جریانی که تعریف میکنه در اینجا با این حرفی که در اینجا میگه نزلت فی ابی طالب، این تناقض داره. اگر واقعا ابو طالب در آخرین لحظات در زندگیش مسلمان شده بود و لا اله الا الله رو گفته بود، اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم اونگونه که در روایات شیعه اومده بود گفتن من نشنیدم، اگر رسول الله صلی
صلی الله علیه و سلم نشنیدن، قطعا الله متعال که شنیدند، میدونستند. چرا این آیه را در مورد ابو طالب نازل کردند که انک لا تهدی من احببت، کسی را که تو دوست داشته باشی نمیتوانی هدایت بکنی، اما الله متعال هر کسی را که بخواهد هدایت میکند و هو اعلم بالمهتدین، عالمتر و آگاهتر به هدایت یافتگان هست. این مطالبی هست و روایات دیگری هم در این زمینه وجود داره در کتاب‌های شیعه و اهل سنت که من به همین مقدار اکتفا میکنم و این مطلبی رو که شیخ محمد ابن عبدالوهاب از کتاب‌های اهل سنت و الجماعت گفت، از صحیح بخاری، صحیح مسلم و بقیه روایاتی که در سنن ترمذی و ابو داود و بقیه کتاب‌ها وجود دارد، حرفی رو از خودشون در اینجا نیاوردن و دقیقاً همین حرفی رو که شیخ محمد ابن عبدالوهاب گفتن از کتاب شیعه هم دقیقاً همین مطلب رو من خدمت شما در واقع بیان کردم. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از شما حضرت مولانا و تشکر از شما بینندگان عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما بودید. میان برنامه میبینیم و بعد از اون انشاءالله برمیگردیم با ادامه برنامه. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، با ما باشید. بربي مليكي فؤادي اتصل فذاق الأمان وحاز الأمان حياتي أضاءت وقلبي سما طريقي تجلى ونورك تمل بربي مليكي فؤادي اتصل فذاق الأمان وحاز الأمل حياتي أضاءت وقلبي سما طريقي تجلى ونورك تمل جلال الحياء وعطر النقاء وقلب يناغم حسن الجزاء جلال الحياة لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما شاء الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عليا عبد الله. الله أكبر الله أكبر. حياتي أضاءت وقلبي سما طريقي تجلى ونورك تمل يكسو الجمال ربوع قلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت نور الهداية زار صدري هو مبتدأ أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطاطها مشيت يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت كم عشت
اهتديت سبحان من عدت إليه بسطت لنا كلتا يديه ألقيت أوزاري عليه يا رب فاغفر ما عصيت بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هدایت آنان بر عهده تو نیست ولیکن الله هر که را بخواهد هدایت می کند و هر انفاقی که می کنید برای خودتان است و فقط به رضای الله انفاق نمایید و ثواب هر مالی که انفاق کنید به طور کامل به شما داده می شود و هیچ ستمی به شما نخواهد شد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران رجلان قد خلق لنصر محمد بدم ونفسي ذلك الرجلان بنتاهما أسنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان وهما لأحمد نظراه وسمعاه وبقربه في القبر مضطجعان وهما لأحمد نظراه وسمعاه وبقربه في القبر مضطجعان كان على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان
وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران قيم تلوح ومنهج يتألق درر هنا تبدو كشمس تشرق يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق قيم تلوح ومنهج با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. با شما بزرگواران هستیم و برنامه امامان وهابی شیعه. از همین لحظه شماره تلفن برنامه زیرنویس میشه و از طریق این شماره تلفن و از طریق ایمیل live@wisalfa.tv میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد موضوعاتی که مطرح شده بیان کنید. و جناب استاد مثل که هنوزم مطالبی مونده که در این باب باید گفته بشه. مطالبی رو که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه بعد از ذکر این آیات و روایات مطرح کردن خدمت بینندگان عزیز چند مورد رو نقل میکنم و بعد از این انشاءالله وقت رو به بینندگان عزیز خواهیم داد. بله. من فقط عزیزان مشکل فنی میگن پیش اومده، فقط برای چند ثانیه ما برنامه خیلی کوتاه میگیریم و دوباره عرض معذرت در خدمت شما خواهیم بود. با باشید. انصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اگر پیامبر را یاری نکنید در حقیقت الله او را یاری کرد. آنگاه که کافران در حالی که یکی از دو تن بود از مکه بیرونش کردند، هنگامی که آن دو یعنی رسول الله و ابوبکر صدیق در غار بودند. آنگاه که پیامبر خطاب به رفیقش ابوبکر می‌فرمود اندوهگین مباش، بیگمان الله با ماست. درود و سلام بر ابوبکر صدیق یار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در سفر سرنوشت ساز هجرت. بله بینندگان عزیز و گرامی، دوباره در خدمت شما عزیزان هستیم. حضرت استاد بفرمایید. در مورد این روایتی که ذکر شده بود از صحیح بخاری و عرض کردم که در کتاب‌های دیگر اهل سنت و الجماعت با کم و زیاد و احیانا با تفاوتی در عبارت اومده. این دو تا آیه در اینجا مطرح بود. یکی این که ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، این آیه هست، آیه 113 سوره توبه، و همچنین آیه 56 سوره قصص که الله متعال می‌فرماد انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء.
این دو تا آیه که در اینجا هستند قطعا سوره توبه جز سوره های مدنی هست که نازل شده و نهی از استغفار برای کافران و مشرکان متأخر هست، یعنی در مکه چنین ممنوعیتی نبوده و رسول الله صلی الله علیه وسلم احتمال میدادند که این چنین حکمی صادر بشه که شما حق ندارید که برای مشرکان در واقع طلب مغفرت بکنید. در مکه نازل نشد، منتها بعدها در مدینه در سوره توبه این حکم نازل شد که ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. زیبا نیست و سزاوار مسلمانان نیست که برای مشرکین ولو این که از خویشاوندانشون باشند طلب مغفرت بکنند. و در این روایت این مطلب اشاره شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند لاستغفرن لک ما لم انه عنک، تا زمانی که من منع نشدم از طلب مغفرت من برای تو طلب مغفرت خواهم کرد. و معنی نداره که رسول الله صلی الله علیه وسلم این مطلب رو بگه، چون که مگر این که رسول ابو طالب در حالت کفر از دنیا رفته باشه، وگرنه طلب مغفرت برای مسلمانان هیچ گونه اشکالی رو نداره. منتها بعدها عرض کردم که این آیه نازل شد که مسلمانان نباید برای کافران طلب مغفرت بکنند. اما آیه دوم صراحتاً در روایت اهل سنت اومده که این آیه فقط شأن نزولش خود ابو طالب هست، شأن نزولش خود ابو طالب هست، اون گونه که در تفسیر قمی هم اومده بود که انک لا تهدی من احببت. این در مورد ابو طالب نازل شده در زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در آخرین لحظات عمر ابو طالب ایشونو دعوت داد که بگویند لا اله الا الله، هم ایشون نگفتند و بعد از آن این آیه نازل شد که انک لا تهدی من احببت، که نمیتوانی هر کسی را که خواسته باشی یا دوست داشته باشی هدایت بکنی، اما الله متعال هر کسی را که بخواهد هدایت میکند. و مسائلی رو که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه استنباط کردند از این آیات و روایات 12 تا مسئله هستند که من به اندازه فرصت که هست چند نقطه رو خدمت بینندگان عزیز ذکر میکنم. میگه فیه مسائل، چند تا مسئله از این روایات و آیات استنباط میشه. مسئله اول تفسیر این فرموده الله متعال که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. مشخص شد که معنیش چی هست. معنیش این است که تو نمیتوانی کسی رو به زور وارد ایمان بکنی مگر کسی رو که الله متعال توفیق هدایت داده باشه. وظیفه شما ابلاغ دعوت هست و دعوت کردن مردم هست، نشان دادن راه هست. اما اگر کسی به راه اومد یا به راه نیومد این وظیفه تو نیست. و همچنین آیه دومی که در این زمینه وجود داره. و مطلب سوم که مسئله بزرگ هست تفسیر قول لا اله الا الله بخلاف ما علیه من یدعی العلم. تفسیر قول لا اله الا الله هست که لا اله الا الله به معنی لا معبود الا الله هست. معنیش این نیست که خالقی غیر از الله وجود ندارد، مالکی غیر از الله وجود ندارد، ربی غیر از الله وجود ندارد، گرچه تمام این معانی رو شامل می شود، اما معنی اله به معنی معبود هست. و اساسی ترین مطلبی که از کسی که تازه مسلمان می شود این رو ازش میخواند که بگوید لا اله الا الله. ازش خواسته نمیشه بگو لا خالق الا الله یا لا مالک الا الله. مطلب چهارم میگه که ابو جهل هم این مطلب رو میفهمید که بحث توحید الوهیت اساسی ترین بحث است، وگرنه ابو جهل هم در مورد این که الله آفریدگار هست، الله خالق هست، الله رازق هست هیچ گونه مشکلی رو در این زمینه نداشتن. مشکل اصلی رو و مخالفتی رو که با رسول الله داشتن این بوده که معبود یگانه نیست، فقط الله معبود نیست و بت‌های دیگرشون هم معبود هستند، وگرنه در این که آفریدگاری غیر از الله نیست هیچ اختلافی وجود نداشته. و مطلب پنجم جده علیه صلی الله علیه و سلم و مبالغته فی اسلام عمه. تلاش گسترده ای رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن برای این که عمویشون مسلمان بشوند که نشد. مسئله ششم الرد علی من زعم اسلام عبدالمطلب و اسلافه. این آیات و روایات ردی هستند بر کسانی که ادعا میکنند که عبدالمطلب و اسلافشون در واقع مسلمان بودن. من عرض کردم نمونه هایی رو که نه تنها اینکه مسلمان نبودند بلکه سدنه بت‌ها هم بودند، خدمتگزار بت‌ها بودند که عبد مناف رو که مغیره هست اسمش فرزند قصی هست اینو حتی وقف کردن برای بت‌ها و اسم عبد منافی که از اسمایی است که چند نفر در واقع این رو داشتن، هم از سلسله سند نسب رسول الله صلی الله علیه و سلم و هم عمویشان ابو طالب که اسمش عبد مناف بود و هم افراد دیگری از قبیله قریش به این نام در واقع وجود دارند.
مطلب هفتم کونو صلی الله علیه وسلم استغفر له فلم یغفر له بل نهی عن ذلك. رسول الله صلی الله علیه وسلم طلب مغفرت کردن برای ابو طالب، اما الله متعالی ایشون رو نبخشید، مغفرت نکردن و نهایت تأثیری رو که دعای رسول الله صلی الله علیه وسلم داشتند که اهل سنت اینو قبول دارند این است که شفاعتی که برای ابو طالب انجام میگیره در روز قیامت صرفا محدود به این هست که عذاب ایشان تخفیف بشود. همون گونه که در روایات شیعه هم در واقع اومده بود، در مستدرک وسائل از جعفریات اینو نقل کرده بود. این رو اهل سنت و الجماعت هم قبول دارند، هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود نداره. مطلب هشتم ضرر اصحاب سوء و رفیقان ناباب هست. مضرت اصحاب سوء علی الانسان. انسان اگر رفیقش ناباب باشه اونو به کفر وادار میکنه، مانند این که ابو جهل و عبدالله ابن ابی امیه در واقع میخواستند در آخرین لحظات ابو طالب را نگذاشتند که مسلمان بشود. مطلب نهم مضرت و تعظیم الاسلاف و الاکابر. این که انسان مقلد کورکورانه آبا و اجداد باشه ولو اینکه اشتباه کرده باشند. این که من بر دین عبدالمطلب هستم یا بر دین اشیاخ هستم، این سزاوار یک مسلمان عاقل در واقع نیست. و مطلب دیگری که در اینجا ذکر کرده مطلب 11 هست، میگه الشاهد لکون الاعمال بالخواتیم. انسان رو آخرتش یعنی آخرین اعمالش معتبر هست. اگر انسان در آخرین لحظات مسلمان شد، مؤمن شد، با ایمان از دنیا رفته، کاری به اعمال اول زندگیش نداریم. یعنی اعمال و عاقبت انسان رو اعمال آخری که انجام داده تعیین میکند. اگر در آخر عمرش مسلمان شد، از نزد الله متعال هم در واقع جزء مسلمانان شمرده می شود. این خلاصه مطالبی هست که در این زمینه شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در این کتاب و در باب 17 قول الله تعالی انک لا تهدی من احببت اینها را عنوان کرده. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز گرامی، اگر به یاد داشته باشید از اولین قسمت این برنامه ما نامه هایی فرستادیم برای 3 تن از مراجع بزرگ شیعه که امروز حرف اول رو میزنن در مورد مبارزه به قول خودشون با وهابیت. کتاب ها، تالیفات، مقاله ها، سخنرانی ها، شبکه ها، همه تلاش ها اینا در پی این است که مسلمان ها را به نام وهابیت، به نام وهابی بودن بزنن و بدنام بکنن. متن نامه ای که ما برای این 3 مرجع شیعه فرستادیم، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله نجم الدین طبسی و آیت الله جعفر سبحانی، که من نامه ای که برای مکارم شیرازی فرستاده شده رو خدمت شما عزیزان میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظما ناصر مکارم شیرازی دامت افاضاتهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با توجه به تالیفات و تلاش‌های گسترده جناب عالی در نقد وهابیت و شناخت عمیقی که از منابع و باورهای امامان شیعه دارید، از شما درخواست داریم که برای تبیین حقایق و روشن شدن افکار عمومی شیعه و سنی حداقل 3 عنوان از ابواب کتاب توحید، مهمترین تالیف عقیدتی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله را که به نظر جناب عالی تضاد بیشتر و آشکارتری با عقاید امامان 12 شیعه دارد انتخاب نموده و خلاف آن را از گفتار صریح و صحیح و بی‌معارض امامان شیعه اثبات نمایید و برای اینکه جای هیچ توجیه، ابهام و تردیدی باقی نماند، مؤکداً استدعا داریم که به نکات زیر عنایت فرمایید. حداقل 3 باب را انتخاب نمایید. ابوابی را برگزینید که با عقاید ائمه شیعه تضاد بیشتر و آشکارتری داشته باشد. صرفاً از روایات و گفتار امامان شیعه استدلال نمایید. روایات مورد استدلال 1 صریح، 2 صحیح، 3 بی‌معارض باشد و چنانچه کتاب توحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب را با عقیده امامان شیعه در تضاد نمی‌بینید، احتراما نظر خویش را در این مورد اعلام بفرمایید. پیشاپیش از پاسخگویی جناب عالی سپاسگزاریم. برنامه تلویزیونی امامان وهابی شیعه، ایمیلمون هم live@wasalfa.tv. این نامه در تاریخ 2 محرم 1438 از طریق پست فرستاده شده. در تاریخ 28 ذوالحجه 1437 از طریق ایمیل به ایمیل های اینها فرستاده شده که اینم عزیزان اگر نشون بدن. برنامه زنده شبکه وصال حق live@wasalfa.tv الی info@makarim.ir که به ایمیل ایشون فرستاده شده در اول اکتبر 2016 ساعت 8:35 شب. دقیقاً امروز 87 روز از ارسال این پیام ها به مراجع شیعه و به این شخصیت های مهم که در این مورد حرف اول رو میزنن
تقریبا 87 روز میشه. اینم نامه‌ای که به نجم الدین طبسی فرستاده شد. دوستان اگر نشون بدن، شیخ نجم الدین طبسی، دقیقا همین نامه. تشکر میکنم احمد جان. و نامه دیگری هم برای آقای جعفر سبحانی فرستادیم. اینم خدمت مرجع عالی قدر جان تشیع آیت الله العظمی جعفر سبحانی با همان مطالب. متاسفانه تا هنوز هیچ جوابی از این سه مرجع بزرگ شیعه که همیشه داد از مبارزه با وهابیت میزنن به ما نرسیده و تنها آقای سبزواری، یکی از شاگردان نجم الدین طبسی، همان دروغ‌هایی رو که استادش گفته بود نشخوار کرده بود و پیام فرستاده بود که نیاز نمی‌بینن نزد استاد که به این سوالات شما پاسخ بدن و شما میتونید به تالیفات ایشون مراجعه بکنید که اصلا موضوع برنامه ما تالیفات ایشون است که پر از تدلیس و دروغ و خیانت میباشد. از همین لحظه به بعد عزیزان بیننده میتونن در مورد موضوع برنامه که ایمان ابوطالب هست صحبت بکنن و امیدوار هستیم که این مراجع شیعه این سکوت رو بشکنن و یک کمی به خودشون جرأت و شهامت و مردانگی بدن و بیان و در مورد این دروغ‌هایی که سالها به مردم گفتن و به نام وهابیت مردم را فریب دادن دفاع کنن. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. یه سوال از آقای دیخان داشتم. میشه خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ محمد هستم از ایران. محمد از ایران. آقا محمد، موضوع برنامه ایمان ابوطالب است. در این مورد اگر سوالتون هست بفرمایید، اگر موضوع دیگری هست از شما معذرت. درباره موضوع برنامه هم چشم اظهار نظر میکنم. نه همین الان اول در موضوع برنامه اظهار نظر بفرمایید، بعد ان شاءالله میریم رو قضیه مطالب دیگری که دارید. درباره موضوع برنامه، من از علمای اهل سنت هم هستن که اعتراف کردن که حضرت ابوطالب مؤمن بوده و تو کتب شیعه هم در این باره دلایل هست. مثلا یکیشو بفرمایید. شما اگه بحث میخواید که یکیشو بفرمایید. درباره چی؟ الان در کتاب مستدرک الوسائل میرزا نوری طبرسی میگه که این ابوطالب در جهنم است. دروغ میگه یعنی؟ تو سندشو بررسی کن. سندشو همین الان بررسی کن. بفرمایید شما یک به اصطلاح شما الان فرمودی بررسی کن، منم میفرمایم بررسی میکنم. آقای محترم شما اصلا از دلیل و عدل مدعی آقای محترم محمد جان سر صدا نکن. شما یک میزانی برای بررسی سند بفرمایید، من بر اساس اون بررسی میکنم. بسم الله. همون میزانی که خودت قبول داری بخون بررسی کن. بر اساس میزانی که ما قبول داریم شما در کتبتون یک روایت صحیح هم ندارید. خب دیگه پس و خود اعتراف یعنی امامتتون هم باطل است، خمستون هم باطل است، همه چیزی که دارید باطله. آقا اونا سر جای خودش. الان همین اعتراف امامتتون باطله، چون که شما الان من به شما میگم آقا محمد بزرگوار، شما یک روایت آقا محمد بزرگوار، آقا محمد ببین من بنای بحث ندارم با شما در این برنامه. شما یک روایت صحیح و سند طبق تعریف حدیث صحیح در مذهب شیعه، یک روایت صحیح و سند در مورد امامت بیارید. به شرط میارم. بفرمایید. به شرط اینکه شما یک روایت صحیح از طریق اهل سنت با بررسی سندی طبق قواعد اهل سنت بیاری، بررسی کنی برای فضائل خلفا از زمان حضرت پیامبر. واقعا خنده داره. آقای محترم ما کتابامون از روایات صحیح پر است. ما قرآنم داریم که در مورد فضایل صحابه صدها حدیث داریم. آقا محمد بزرگوار، آقا محمد عزیز، من مجبورم که صدا شما را قطع بکنم، چون که در این برنامه آن روزه که زنگ بزنید تا دلتون میخواد با من بحث بکنید. در اینجا به احترام حضرت مولانا فقط در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید و اگر میخواید در مورد احادیثتون بررسی سندی بکنید بفرمایید، من هیچ مشکلی ندارم. یک میزان در مذهب شیعه بفرمایید که بر اساس اون ما بیایم احادیث شما رو تصحیح یا تضعیف بکنیم. هر وقت این یاد گرفتی آقا محمد بزرگوار که تعریف حدیث صحیح در مذهب شیعه چی است، بعد از اون زنگ بزنید. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری امروز خودتون رو معرفی کنید. خودتون من ماجد سلیمانی از اهوازم. چند روز پیشم مزاحم شما شدم. آقای ماجد سلیمانی، در مورد ایمان ابوطالب و حدیثی که در کتاب مستدرک الوسائل میرزا نوری طبرسی اومده، در این مورد نظرتون چیه؟ چی هست؟ من برنامه رو ندیدم. اگه میشه خب برنامه رو دفعه دیگه پسر خوب دفعه دیگه برنامه رو از اول بشین ببین، چون در این برنامه باید در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید. یمین یسار نمیخواد برید، فقط در مورد روایت هایی که در این برنامه ذکر میشه حق دارید صحبت بکنید. آقای سلیمانی، بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید آقای انصاری. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ می‌زنید؟ مصطفی هستم از اهواز. آقا مصطفی، در مورد روایت مستدرک الوسائل از میرزا نوری جلد 7 صفحه 247 در اثبات کافر بودن ابوطالب، اگر مطلبی دارید بفرمایید برادر عزیز. خب بنده اگر اجازه بدید ایمان و اسلام ابوطالب رو از عقاید اهل سنت اثبات کنم ممنون میشم، چنانچه در کتاب مجموعه کامل از عقاید اهل سنت. آقا مصطفی، من باور کنید یعنی نمیدونم به چه زبانی با شماها صحبت بکنم. شما یعنی کتاب اهل سنت کار نداشته باشید. ما صحیح ترین روایت هامون خدمتتون نشون دادیم از صحیح بخاری. بعد از صحیح بخاری هر چه روایتی که در مورد ایمان ابوطالب هست ما میندازیم به سطل آشغال. متوجه شدید؟ من بدون تقیه حرفمو میزنم. شما الان ایمان ابوطالب رو بیاید ثابت بکنید. این روایت صحیح شما در کتاب مستدرک الوسائل میگه که ابوطالب کافر از دنیا رفته و در جهنم است. خب اگر آقای انصاری، آیا شما علمایی که تصریح کردند که هم از علمای داخل ایران هم علمای خارج ایران هم عقاید اهل سنت که در این زمینه کتبی تألیف شده و این مطالب رو ذکر کردن، آیا شما اونها رو کافر میدونید یا نه آقای انصاری؟ مصطفی جان برادر عزیز، ما به اونها کار نداریم. ما به مستدرک الوسائل میرزا نوری طبرسی کار داریم که میگه که ابوطالب در آتش است. شما با این مخالف هستید یا موافق؟ آقای انصاری، چرا شما میترسید از عقاید اهل سنت؟ اگر من هستید جواب بدید. آقای محترم مصطفی جان یعنی ای کاش فرصتی میشد که من مردانگیمو برای شما ثابت میکردم. اینجا من بخاری رو بهتون نشون دادم. بخاری امروز در مکی زاهدان سالانه جشن ختم بخاری برگزار میشه. بخاری کتابی است که همه اهل سنت بدون استثناء قبول دارن. حدیث بخاری، حدیث مسلم ثابت میکنه که ابوطالب کافر از دنیا رفته. حالا شما یک نکره ای رو از یک گوشه دنیا پیدا بکنید به اسم اهل سنت، این برمیگرده به خودتون. شما مستدرک الوسائل میرزا نوری طبرسی رو قبول داری یا نداری؟ خب یه لحظه آقای انصاری. آقا مصطفی جواب من رو بده. از کجا پیدا کردی؟ مرد باش، بذارید یک چند تا مورد رو بخونم اگر مرد هستی. اجازه بده بخونم آقای انصاری. آقا مصطفی برادر عزیز، اگر نظر تو در مورد این روایاتی که ما از کتبتون نشون دادیم گفتی و مخالف این رو از اقوال صحیح و صریح اهل بیت ثابت کردی، والله قسم میخورم جلوی بیننده 3 ساعت برنامه آن روز سکر و روز شنبه به تو اختصاص میدم. دیگه چی میخوای بیشتر از این؟ بفرما. تو این مردانگی رو نداری. آقا مصطفی تو این مردانگی رو نداری که در مورد موضوع برنامه ما صحبت بکنی، بعد دم از مردانگی میزنی؟ خب بسیار عالی. شما گفتید که از کتاب مستدرک الوسائل ذکر کردید، درست آقای انصاری؟ بله. خب میشه سلسله راویان رو خدمتمون عرض کنید با تصحیح سندی؟ بفرمایید. شما یک میزانی در تصحیح سندی بگید در مذهب شیعه که من بر اساس همون تصحیح و تضعیف بکنم. بفرمایید. تعریف آقای محترم، تعریف حدیث صحیح در مذهب شیعه چی است؟ بفرمایید. آقای انصاری، بحث ما تعریف سند صحیح روایت صحیح نیست. شما که میگید روایت صحیح هستش، روایت صحیح رو نشون بدید. آقای محترم مصطفی جان، ببین برادر عزیز، وقتی که تو از من سنی بخوای که بررسی سندی بکنم، ما در مذهبمون تعریف داریم، تعریف حدیث صحیح در مذهب اهل سنت. شما به عنوان شیعه تعریف حدیث صحیح در مذهب شیعه رو بفرمایید بگید که ما بر اساس همون تعریف شما بیایم بررسی سندی بکنیم. بسم الله.
آقای انصاری شما از کتاب مستدرک الوسائل که ذکر کردید این کتاب مال قرن 13 هم هستش، یعنی حداقل باید 20 نفر تو سندش باشن و همه رو تصحیح کنید. آقای انصاری بفرمایید. آقا مصطفی من دارم به شما فارسی صحبت میکنم. برادر عزیز و بزرگوار، تعریف حدیث صحیح در مذهب شیعه چی است؟ یعنی چطور میایید شما در مذهبتون یک حدیث رو تصحیح و تضعیف میکنید؟ بفرمایید. خب آقای انصاری شما چرا دروغ میبندید به شیعه ها؟ چرا جرأت ندارید؟ استغفر الله. آقا مصطفی یک کمی خجالت بکش برادر عزیز، میلیون ها نفر دارن صدای تو رو میشنون. تعریف حدیث صحیح چرا میترسید؟ از برای خدا تعریف حدیث صحیح در مذهب شما چی است؟ حدیثی که امام روایت کرده باشه، حدیثی که موافق قرآن باشه، یک تعریف بگو. بفرما. الان میگم. بفرما. سند حدیث صحیح در شیعه متصل سنده بنقل ضابط عادل امامی الى معصوم بغیر شذوذ ولا عله. این تعریف حدیث صحیح نزد شیعه هست. آفرین. همینجا به همین تعریف حدیث یک حدیث در مذهب شیعه در اثبات امامت 12 امام بیار. بسم الله. احسن. آقای انصاری چرا از موضوع فرار میکنید؟ از موضوع فرار میکنم. از موضوع فرار نمیکنم. آقای محترم الان یک چیز ببین آقای محترم، ببین آقا مصطفی سر صدا نکن، ادب و اخلاق گفتگو را مراعات بکن. با همین تعریفی که شما از حدیث صحیح کردی یک حدیث صحیح در مذهب شیعه بیار. بسم الله. احسن. بیننده ها خدا شاهد آقای انصاری دارن میبینن چطور از موضوع داری فرار میکنی. بس گفتم نقل نمیکنم. آقا مصطفی برادر عزیز، برادر بزرگوار، آقا مصطفی یک حدیث صحیح با همین مواصفاتی که شما ذکر کردید، با همین ویژگی‌ها در مذهب شیعه برای من یک حدیث نشون بده. بسم الله. خب بسیار عالی. الان بیننده ها دیدن که شما موضوع برنامه رو تغییر دادید و از تکفیر ابو طالب رفتید سمت روایت های صحیح نزد شیعه. خب آقای مصطفی خلاص آلش ببینی شما هر راهی بری ما با تو هستیم. الان یک حدیث صحیح در اثبات ایمان ابو طالب با همین مواصفات برای من بیار. برگشتیم به موضوع. خوبه؟ احسنت. خب پس الان اون حدیثی که شما ذکر کردید از کتاب مستدرک الوسائل دروغ بوده، درسته آقای انصاری؟ چون که علمای شما دروغ میگن دیگه تقصیر ما نیست. شما الان یک حدیث صحیح بیار. بسم الله. یک حدیث صحیح بیار درباره ایمان ابو طالب. بسم الله. آقا مصطفی واقعا برای شما متاسفم. با همین تعریفی که از حدیث صحیح کردی آقا مصطفی، برادران عزیز، قطع کرد رفت. اگر بار دیگر تماس گرفت و بعد ادعا کرد که نه، حالا رو آن روسته که زنگ میزنن که نه شما تماس ما رو قطع کردید، اگر بار دیگر تماس گرفت بدون نوبت احمد جان وصلش بکن که با همون تعریف حدیث صحیح که کرده من برات دام گذاشتم، تو متاسفانه تو این دام افتادی. با همون تعریفی که از حدیث صحیح کردی یک حدیث در اثبات ایمان ابو طالب برای من باید بیاری. بله سلام علیکم بفرمایید. الو. بله سلام علیکم بفرمایید. الو. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا محمد موضوع برنامه ایمان ابو طالب است. آقا محمد موضوع برنامه ایمان ابو طالب است. یک حدیث صحیح در مذهب شیعه. آقای محترم شما و ابوالقاسمی و یزدانی و قزوینی همه به داد بیچاره مکارم شیرازی بشتابید، به داد مکارم شیرازی بشتابید که بیچاره بدبخت دقیقاً 87 روز میشه که به 4 تا سوال ساده برنامه امامان وهابی شیعه جواب نداده و مثل موش در گدام شکر پنهان شده. به داد مکارم شیرازی بگید آقای ابوالقاسم برسه. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا انصاری خوب هستین؟ سلامت باشید برادر عزیز. بفرمایید خیلی مختصر در مورد موضوع برنامه. ما یک سوال داشتم وقتی مجان شدم. همه آیه که در مورد وضو اومده که پاک شدیم. باشه در این موضوع صحبت میکنیم. تشکر از تماس شما. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بیننده بزرگوار بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد انصاری عرض شما و عرض مولانا ابوالقدس دهقان عرض سلام و ادب دارم و گفتنی هستم که کوچکترین اهل سنت را درباره اون روایتی که این موضوعی که شما گذاشتید اگر پرسید همه یقینا باور دارند که حضرت ابوطالب از دنیا به ایمان گذشتند، برای آنکه در صحیح ترین کتاب های ما روایت شده است و یقینا باید قرآن نیز شهادت میتید بر این موضوع. درست. تشکر. و بعد از آن بر آقای مصطفی که با شما بحثی داشتن میخواستم طبق حدیث ترین صحیح که طبق حدیث شیعه که آنها با چه گذاشتن یک حدیث رو میخواستم نقل کنم. چگونه میشود با این دلیل که حدیثی که آنها یک آخوند در منبر مینشست و میگفت که حضرت علی با 27 فیل سخن کردن با کدام لفظی که بعضی صحابه هم نمیدونستن که چگونه لفظ بود و آن فیل ها نیز با یک آواز گفتن یا علی. این صحیح است یا که ضعیف؟ من نمیدونم چگونه این حدیث در کتاب خزعبلات این شیعه می آید. درست. تشکر از شما برادر عزیز. حالا شما رو نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا مصطفی بفرمایید. شما دوباره رو خط اومدید. علیکم السلام و رحمت الله. آقا مصطفی بزرگوار، یک روایت صحیح و سند طبق تعریفی که کردید در اثبات ایمان ابوطالب خیلی مختصر. آقای انصاری والله حاضرم قسم بخورم نه یک روایت کتاب حدیث اسم کتاب انصاری موضوع برنامه شما اون باشه. اسم کتاب موضوع برنامه ایمان ابوطالب. عزیزان موضوع برنامه رو زیرنویس بکنن که آقا مصطفی ببینه. موضوع برنامه ایمان ابوطالب. خلاص الان در اثبات ایمان ابوطالب یک روایتی با همین تعریف سندی که کردی برای من بیار. خب احسن. دست آقای انصاری اول شما دروغ گفتید و اتهام آقا مصطفی بزرگوار، آقا مصطفی شعار نده خواهش میکنم. الان شما میخوای که من صداتو قطع بکنم چون که میترسی همچین روایتی نمیتونی بیاری. یک روایت صحیح و سند با همین تعریفی که کردی در مورد اثبات ایمان ابوطالب. خواهش میکنم اگر اسم کتاب و صفحه‌شو نگی موضوع دیگری رو صحبت کنی مجبورم صداتو قطع کنم. به شرطی، به یک شرط آقای انصاری میگم، به شرطی که شما اعتراف کنید دروغ گفتید. بعد من اعتراف میکنم. اسم کتاب آقای انصاری اول اسم کتاب 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 آقای انصاری اسم کتاب اعتراف کن شما اسم کتاب اسم کتاب آخرین مورد اسم کتاب اسم کتاب خب اسم کتاب علی آقای انصاری اسم کتاب علی آقای انصاری یک لحظه اسم کتاب شما آقای انصاری بذارید صحبت کنیم ما هم. اسم کتاب بسیار علی. خب راجع به بررسی آبا و اجداد پیامبر اسم کتاب لا حول ولا قوة. واقعا برای شما آخوندان متاسفم. بابا جان خیلی ساده تعریف حدیث صحیح رو کردی در مذهب شیعه. من تحدی کردم که در کل مذهب شیعه یک حدیث صحیح در این مورد بیار. گفتی که آقا تو از بحث فرار کردی ایمان ابوطالب بود. یک روایتی صحیح و سند با همین تعریفی که از حدیث صحیح کردی در مورد ایمان ابوطالب بیار. آقا مصطفی عزیز متاسفم برای شما آخوندم. برای مکارم شیرازی متاسفم. برای جعفر سبحانی متاسفم. برای نجم الدین طبسی متاسفم. برای قزوینی، برای همه شما آخوندایی که جرأت و شهامت و مردانگی ندارید که بیاید غیر از این که شعار بدید که آقا تو دروغ گویی یا فلانی، بیاید مردانه یک اسم یک کتاب، بابا خیر کتاب کافی صفحه فلان حدیث شماره فلان شروع کن بخواندن با همون تعریفی که از حدیث صحیح کردی.
آخرین تماس. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. خسته باشید. حال شما خوبه؟ سلامت باشید. خودتون معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ تماس بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم جناب آقای انصاری، سلام و احترامات تقدیم شما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. آقای انصاری عبیدالله هستم از افغانستان، ولایت بغلان. خیلی دوستان دارم که واقعا برنامه شما بسیار جالب است. تقریبا 2 سال میشه ما تقریبا میکنیم. امیال اعضای فامیل ما تمام مشاهده میکنم. واقعا با قسم بالله میخورم که آنقدر خوش سماجی شما و برنامه جالب شما هم به شکل دینی هست. این شورای روافض اینا دروغگو هستند، ایمان ندارن، به ایمان اینا ما شک داریم، اینا بسیار کاذب هستند. واقعا که ما قربان روی شما شما و محتوای شما خود شما اینا قسم دروغگو هستند، اینا ایمان ندارن، اینا حتی که میگن دروغ میگن. واجبایی که خود میدونی خیلی خوشایند است، خیلی جالب است و هر چیزی که میگی قابل قدر است. ما برنامه زنده شما را میرسل داریم و تمام فامیل ما که فقط همین مثال حق و همین برنامه شروع میشم ما بسیار با واقعا که با گوش قلب خود میشنیم برنامه های شما را. تشکر از شما برادر عزیز، الله متعالفتون کنه. تشکر از شما. سلام علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تعریفی که از حدیث صحیح جناب استاد ایشون کردن که ما هو اتصل سنده بالعدل الامامی الضابط عن مثله حتی یصل الى المعصوم من غیر شذوذ ولا عله. این تعریف رو دوستان اگر نشون بدن، ایشون از کتاب وصول الاخبار الى اصول الاخیار الى اصول الاخبار از البهبهانی عاملی صفحه 93 ذکر کردن. اینجا هست احمد جان اگر اینو زوم بکنی. من تحدی میکنم همه آخوندهای شیعه از الف تا یا با این تعریف یک حدیث در اثبات مذهبشون، یک حدیث صحیح در کل مذهب شیعه بیارن. این تعریف متاسفانه امروز حتی شیعه این تعریف رو قبول ندارند. ایشون نمیدونم اطلاع نداشت، از روی نادانی خودشون این حرف رو زدند که حدیث صحیح این است نزد شیعه که شذوذ و علت نداشته باشه. اگر این حرف رو بزنند، این قید بدون شذوذ و علت رو بیارند که فاتح شیعه هیچی دیگه، فاتح کل تاریخ تشیع و تمام علما مراجعشون رو خوندن، با حتی بدون از قید شذوذ و علت باز هم روایت صحیح وجود نداره. بدون اینکه این قید رو حذف بکنن، این قید مال اهل سنت و الجماعته، بدون اینکه این قید بدون شذوذ و عله رو اگر حذف هم بکنند باز هم روایت صحیحی وجود نداره. چون که در این تعریف اومده که یک عدل امامی، یک انسانی که عادل باشه، در میان هیچ کدام از راویان شیعه تا کنون که من بررسی کردم، شاید هم باشه من به چشمم نخورده باشه، من یک سند ندیدم، نه تنها یک سند ندیدم بلکه حتی یک راوی شیعه من ندیدم که کتابهای رجالی شیعه در موردش گفته باشن فلانی عادل هست. چون چیزی وجود نداره. بالفرض این که وجود داشته باشه، حتی یک سند وجود نداره که در مورد تمام راویانش تا امام معصوم کتابهای رجالی گفته باشند فلانی شیعه امامی عادل هست. یک مورد رو مطلقاً چون این چیزی وجود نداره. با این تعریف به هیچ عنوان نمی شود که سراغ کتاب‌های شیعه بریم و حر عاملی هم صراحتاً داره و خیلی هم تند در این زمینه هست که حتی افرادی که معتقدند که ثقه به معنی عادل هست حرف بی دلیلی رو گفتن. شما دلیلی بیارید که ثقه بودن به معنی عادل بودن هست و کسی تا حالا با وجود این که این سوال رو ما بارها پرسیدیم که دلیل بیارید از کتاب‌های شیعه که ثقه بودن به معنی عادل هست، اینو آقای حر عاملی در کتاب وسائل شیعه خودشون سوال کردند. کسانی که معتقد هستند که ثقه بودن به معنی عادل بودن هست، پس بنابراین هر جا که گفتیم فلانی ثقه هست یعنی عادل هست، دلیلی بیارید برای ما. کسی تا حالا جواب حر عاملی رو نداده و متاسفانه با این حدیث، با این تعریف در کل کتاب‌های شیعه، کتاب‌های اربعهشون، ثمانیهشون، تمام کتاب‌هایی که تا معاصرین تعریف کردند حتی یک روایت صحیح طبق این تعریف وجود نداره. جزاکم الله خیر. من تشکر میکنم از بینندگان عزیز. فقط یک موضوع رو اینجا اشاره بکنم که برای مناظره با مراجعشون یکی از این کسایی که به اصطلاح حالا بهشون بگیم علق مزغه اصطلاح خودشون هست،
ابوالقاسمی ادعا کرده که خب آقای حضرت مولانا عبدالقدوس زیکان اگر مدارکشون رو بفرستن با ما در مورد مناظره با مراجع یا با آقای قزوینی صحبت میکنیم. واقعا جای شرم است که حکومت آخوندی، نظام ولایت فقیه بیاد در مورد مدرک صحبت بکنه. شروع میکنیم. من صداشو دوستان پخش نکنه چون ما کلیپی آماده کردیم در این مورد، انشاءالله به زودی پخش خواهد شد 24 ساعت در شبکه. آقای خامنه ای مدرک اجتهادشون رو اگر آوردید که این مدرک آیت اللهی رو کی بهشون داده، در کدوم حوزه علمی درس خوندن که مدرک آیت الله العظمایی گرفتن. اگر که آقای حسن روحانی که دکتر بهش میگید در مورد مدرکشون اگر که بیاره این دکتراشو نشون بده که از کجا دکترا گرفته، چرا که دروغ میگه، مدرک دکترای جعلی داره. اگه آقای کردان دکتراشو بیاره نشون بده که از کجا گرفته، که اینا تو مجلس خودتون همه اینا بررسی شده و ما کلیپش آماده داریم، انشالله به زودی پخش خواهد شد. آقای قزوینی مدرک دکتراشو که از دانشگاه الحره هلند گرفته که یک مدرک جعلی است و دادگاه هلند این دانشگاه رو به خاطر صدور مدارک جعلی جریمه نقدی کرده، ایشون هم مدرکشون نشون بده و ما هیچ ابایی نداریم که حضرت مولانا مدرکشون رو نشون بدن و همه علمای اهل سنت در داخل ایران ایشون رو میشناسن. اما شما که ادعای دکترا و نمیدونم آیات اعظام و فلان دارید، یکتون مدرک صحیح ندارید. رئیس جمهورتون امروز در ایران مدرک دکترا جعلی است. اول اومدن گفتن از فلان دانشگاه گرفته که قبل از انقلاب بهشون دکترا داده. بعد که این قضیه افشا شد که دارن دروغ میگن، گفتن نه دانشگاه دیگری بهشون مدرک دکترا داده که اون دانشگاه 15 سال بعد از انقلاب تأسیس شده. در هر صورت آقای حسن روحانی که فعلا رئیس جمهور شماست مدرک دکتراش روش 1001 حرف و حدیث هست. پس شما آخرین کسایی باشید که در مورد مدرک بخواید مدرک صحبت بکنید و مدرک بیارید. جناب استاد گفتنی دارید؟ نه، فقط جای تعجب هست در حکومتی که برای رهبر بودن نیازی به مدرک نیست، برای رئیس جمهور بودن نیازی به مدرک نیست، برای وزیر بودن نیازی به مدرک نیست، برای مجتهد بودن و دکتر بودن نیازی به مدرک نیست. اون وقت ما یک سوال ساده از چند تن از مراجع شیعه پرسیدیم، آقایون میگن شما مدرک بفرستید تا ما جواب بدیم. السلام دیگه اصلا جواب ندید. خوبه. اصلا فکر بکنید که این سوالی که نامه که ما برای مکارم شیرازی فرستادیم یک بیننده عادی شیعه پرسیده، یکی از مقلدینتون پرسیده. این که دیگه نیاز به مدرک. من عرض میکنم خدمت تمام کسانی که این حرف رو زدن، سواد من و مدرک من از سوال من مشخصه. عمق سوال من نشانگر سواد من و تحقیق من هست. مراجع شما اگر تونستند به سوال من جواب بدند، اون هم بیانگر مدرک اونها و عمق سوادشون هست. شما در حد عقل و شعورتون سوال بنده رو اگر فهمیدید جواب بدید، نفهمیدید بگید من دوباره با زبانی ساده تر میفرستم خدمتون جواب بدید. اما اگر جواب ندادید در واقع قضاوت رو میگذاریم برای بینندگان عزیز و ارجمند. بله. همونطوری که گفتم 87 روز میگذره از پاسخ ندادن آیت الله ناصر مکارم شیرازی، آیت الله جعفر سبحانی و آیت الله نجم الدین طبسی به سوالات خیلی ساده ای که به زبان خیلی ساده برای اینها فرستاده شد و اینها حالا برای جواب دادن به سوالات ما از طریق ایمیل، ما نگفتیم که بابا این شهامت و مردانگی رو که ندارید بیایید تو برنامه زنده حاضر بشید، تماس بگیرید، با اسکایپ بیاد و کتبی که بشینید 4 تا از این کارشناساتون رو جمع بکنید، کتبی جواب ما رو بنویسن بفرستن. 300 تا کارشناس، بله 200 تا، میگن 200 تا کارشناس و مرجع و آیات اعظام و دکترای حوزه و دانشگاه و فلان، همینا رو بسیج بکنید که جواب این سوالا رو بدن تا حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی مجبور نشه که در گدام شکر بره پنهان بشه در قم. تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان، تشکر از شما حضرت مولانا و همه همکاران عزیز که در تهیه این برنامه با ما بودن. الله متعال یار و نگهدارتان باد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ومنهج يتألق درر هنا تبدو كشمس تشرق يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق.